السلام علیکم خوانندگان محترم. ما با همراه شما در این درس مثالهایی را دیده میبریم که با مثالهایی که در درس پیشینه قطعی شما کار کرده بودیم اندک دشوارترن نمودی دیگر با نمودهای دیگر حل کرده میشن. اکنون در تخته سیم شما اگر تماشا کنید من یک مثالی نوشتم که این به مانند مثالهای درس گذشته، یعنی در درس گذشته گفتیم که اگر باشد که یگان درجه داده شده باشد در طرف چپ، یگان درجه دیگر در طرف راست، آنها با دیگر برابر باشند و نشان دهنده هاشون گوناگون باشد، ما کوشش میکنیم که اساس های اینها را یخیله نموده کار کنیم. اگر ما در این مثال نگاه کنیم، در مثال نوشته شده نگاه کنیم، 2 تقسیم 3 در نشان دهنده 2x نوشته شده است. اکنون 2 تقسیم 3 در نشان دهنده 2x نوشته شده در طرف راست باشد 81 تقسیم 16 نوشته است. اکنون همین 81 و 3 2 و 16 اگر هر دیمیاد ما با دقت نگاه کنیم 81 رو ما همین نمود نوشته میتونیم 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 یا که 3 در نشان دهنده 4. اکنون 16 را اگر ما تماشا کنیم 16 رو نوشته میتونیم 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 یا که 2 در نشان دهنده 4. من اینا برای چی با شما نشان دادم؟ اینا برای اون نشان دادم که ما وقتی که همین معادله را کار میکنیم همین افاده پایان را نوشته شده قطعی عمل کنده کن. اکنون بعد اون من همین می نویسم 2 تقسیم 3 در نشان دهنده 2x برابری 81 رو می نویسم 3 در نشان دهنده 4 16 رو می نویسم 2 در نشان دهنده 4. اکنون ما وقتی که همین نمود نوشتیم ما برای اون که مثال دومی مثال ما با همراه شما کار کرده توانیم هم در صورت و هم در مخرج 3 2 است و لیکن نشان دهنده های هر دو درجه ها هم در صورت و هم در مخرج 4 است. بنابراین ما همین را می‌نویسم 3 تقسیم 2 در نشان دهنده 4. ما وقتی که مثال با همین نمود نوشتم نگاه کنم در طرف راست اساس 2 تقسیم 3 است، در طرف چپ باشد اساس 3 تقسیم 2 است. برای اون که اساس ها را برابر کنم ما یک شما قطعی چهلی که میدونستیم ما فرم را داشتیم در درس‌های گذشته گفتیم که همین هر یک عددی که ا در نشان دهنده مینوس اینا ما دویم یک نمودی زیرین را نوشته میتونیم. این نمود نوشته میتونیم. اگر ما همین نمود را که نوشته بتونیم نگاه کنید اگر اینجا 3 تقسیم 2 کی هست ما همین 3 تقسیم 2 را میتونم 2 تقسیم 3 نویسم. ما همین 2 طرف راست خودش طرف چپ خودش می نویسم، طرف راست می نویسم 2 تقسیم 3 و 2 تقسیم 3 می نویسم و نشان دهنده‌اش 4 نه و مینوس 4 می نویسم. یعنی در این مورد اساس ها برابر می شوند. یعنی وقتی که اساس ها برابر شد باید نشان دهنده ها برابر شوند. اکنون از اینجا اگر x همو یافتنیشه مینوس 4 را باید بعد 2 تقسیم کنیم. یعنی x برابر می شود مینوس 2 مینوس 2. یعنی ما جوابی مثال ما می شود x برابر مینوس 2. این مثالی که ما با همراه شما دیدیم همین مثال با مثال‌های درس گذشته بسیار مانندی کلان داشت. اکنون مثالی که حاضر حل میکنیم این نمود دارد 3 در نشان دهنده x جمعی 3 در نشان دهنده x مینوس 1. ما همین یک اساس را آورده رفتن میگیرم 3 در نشان دهنده x جمعی 3 در نشان دهنده x طرح 1 چهلی که درس گذشته نشان داده بودیم ما می نویسم 3 در نشان دهنده x ضربی اکنون مینوس 1 ننوشتم ما همین مینوس 1 با 3 در نشان دهنده مینوس 1 می نویسم مینوس 1 برابر 4 می نویسم. اکنون دائما این نمود نوشتگی من این معادله در پایان نوشته من با معادله در بالا نوشته شده هر دوش برابر است. اکنون از اینجا اگر نگاه کنیم 3 در نشان دهنده x جمعی 3 در نشان دهنده x ضربی 3 در نشان دهنده مینوس 1 که از روی فرمول نوشتگی که در طرف راست تخته سی نوشتم من اینا میتونم که 1 تقسیم 3 نویسم برابر 4 برابر 4. اکنون با دقت نگاه کنم اگر در اینجا فقط برای من یک
مخرج دادن در کار سه است یا که من سه را مخرج عمومی میتونم یک نمود کار میکنم کسی که میخواد مخرج عمومی داده کار میکنم کسی میخواد هر طرفی از بس که سه از نوع کلون است ما میتونیم که با سه هر طرف از ضرب کنیم و نویسیم اگر من ضرب کنم خط میکشم میشه با سه ضرب میکنیم با عدد سه ضرب میکنیم ما این نمود نویسم اگر میشه سه ضرب سه در درجه x جمعی سه در درجه x ضرب یک تقسیم سه ضرب سه برابر 4 ضرب سه این همین سه ما با این سه اختصار میشه میگه ایمونت سه ضرب سه در درجه x جمعی سه در درجه x برابر 12 اکنون اینجا نگاه کنیم سه ضرب سه در درجه x اینجا یک سه در درجه x اگر همین را جمع مواد کلمات جمع کنیم میشود 4 ضرب سه در درجه x برابر 12 3 در درجه x برابر 12 تقسیم 4 12 تقسیم 4 3 در درجه x برابر 3 میشود اکنون در این معادله چه که شما میدونید درس گذشته گفته بودیم اساسا برابر نشاننده این یکی است x برابر 1 می‌نویسیم همین نمود مثال ما شما کار کردیم اکنون باز از مثال دیدگی باز نسبتاً مثال مرکب‌تر می‌گیریم باز در این مثال نگاه می‌کنیم که کدام نمود حل کرده می‌شود فرض کنید مثال ما نمودی زیرین دارد 18 ضرب 2 در نشاننده x مینوس 1 پلوسی 4 در نشاننده x پلوس 1 برابر 13 اگر با این مثال دقت کنیم این مثال هم مثال حاضر کار کردگی ما یگان تفاوت ندارد لیکن باید در این مثال ما همون عملیاتی که در جمع شونده دیوم کرده بودیم همین عملیاتی در جمع شونده دیوم کردگیم را دو مرتبه اجرا کردن نکن هم برای یکم جمع شونده یکم هم برای جمع شونده دیوم بعد با نگاه کردن نکن که اساس ها یخیله شوند در اینجا اساس ها یخیله نیستن در مثال یکمی ما هر دو اساس ها یخیله بودن در اینجا اساس ها یکش 2 یکش 4 است برای این کار اجرا کردن من می نویسم 18 ضربی 2 در درجه x ضربی از مینوس 1 شنا نوشتم این نویسم 2 در نشاننده مینوس 1 پلوس این می نویسم 4 در درجه x ضربی 4 اگه اینجا پلوس 1 است پلوس 1 نمی‌نویسیم 1 می‌نویسیم 1 میشود 13 اکنون نگاه کنیم اگر در اینجا 2 در نشاننده مینوس 1 اومده است من میتونم که نویسم 18 2 در درجه x تقسیم 2 یعنی نشاننده‌اش با بگید با واحد برابر ننوشتم یک پلوس اینجا 4 رو پیش می‌نویسیم 4 در درجه x برابر 13 میشود اکنون اینجا کوفیسینت رو نگاه کنیم 18 اینجا 2 است 18 اگر با 2 تقسیم کنیم 9 میرسد 9 2 در درجه x جمعی اینجا 4 است 4 رو می نویسیم اینجا اساسی ما اینجا 4 است برای اون که 4 اساسی ما که 4 است من کوشش میکنم که این 4 2 شود برای 2 شدن من با جای 4 میتونم که نویسم 2 در کوادرات یعنی x برابر 13 اکنون این طرف نگاه کنم این طرف خودش می نویسم 9 در درجه 2x پلوس اینجا 4 شد 4 می نویسم ضربی اینجا 2 در نشاننده 2 با در درجه برای همین من نویسم 2 در درجه 2x با مینوسی 13 را این طرف میارم برابر 9 اکنون وقتی این نمود می نویسم اساسا را نگاه میکنم اینش 2 است این هم 2 من این رنگ مثال پیشینه جمع کردن نمیتونم که 9 را با 14 جمع کنم 13 شود این تا نمیتونم چون که نشاننده این 2x است نشاننده این 2x است من نشاننده این 2 که 2x است اینا پیشتر می نویسم 4 ضربی 2 در نشاننده dx می نویسم جمع شونده یکم بعدی وای می نویسم 9 2 در درجه x مینوسی 13 برابر 9
اکنون اندایی نامون نوشتن در ما میتونیم که اشاره را استفاده بریم، یعنی ما میتونیم که با جوی در درجه x یکون y اشاره کنیم. اگر ما میشود مدل ما نمودی زیری میشود 4 ضرب این 2 در کوادرات است. من اینجا با y نمی نویسم 4y کوادرات می نویسم پلوس اینجا 9 می نویسم این y میشود، اینجا مینوسی 13 میشود برابر 9 میشود. یعنی ما قطعش ما مدل حاصل کردیم مدل کوادراتیکی. در این مدل کوادراتی ما هم است با 4 9 و مینوس 13 برابر. ما برای اون که مدل دو داشته رو حل کنیم اول چیلی که شما میتونید که تئورم بهتر استفاده بوده از روش یکی عباره ریشوش حساب کرده بیاید، میتونید که یکی عباره کرسینتو را معین کنید که آمون با چی برابر بگید با 4 برابر بوده است، بیمون برابر 9 بوده است و اسمون برابر مینوسی 13 بیتا کرسینتو را بدونید. از اینجا دیسکریمنانت مدل اگر ما حساب کنیم که دیسکریمنانت مدل با فرمولای b کوادرات مینوسی 4a s در برابر بود گذاریم. اگر برای جوی b اگر ما 9 گذاریم 9 در کوادرات میشه، 9 در کوادرات میشه مینوس 4 را مینویسیم جوی فرمولا جوی باید 4 مینویسیم جوی s در مینوسی 13 مینویسیم برابر ضرب میکنیم. 9 را با کوادرات برداریم 81 میشود. اینجا دو تا مینوس ها میشود، مینوس با مینوس جمع میشود پلوس میشود. اینجا میشود 4 کرده 4 16 میشود ضرب 13 برابر. اگر ما 16 رو با 13 ضرب کردنی شویم 3 کرده 6 18 میشود، یک میموند 3 کرده 1 3 1 کرده 6 6 9 میشود، 1 کرده 10 میشود با یک این 208 میشه. 208 یعنی من 81 می نویسم جمعی 208 می نویسم. اگر هر دین رو جمع کنم 289 می شود. 289 می شود. اکنون وقتی که من دیسکریمنانت حساب کردم یافتم، شما میدونید که x 1 2 در مدل کوادراتی برابر بود با مینوس فرمولش بود مینوسی b پلوس و مینوس دیسکریمنانت مدل تقسیم 2a این برابر است می شود با b اگر قیمتش گذاریم b ما با 9 برابر بود مینوس 9 پلوس و مینوس 289 تقسیم 2 ضرب 4 برابر. از اینجا میشه ما میدونیم که مینوس 9 میشود پلوس و مینوس اینجا ایرشه 17 میبره، یعنی 17 اگر با 17 ضرب کنیم 289 میشود، 17 تقسیم 8 میشود. ریشه یکمش برابر میشود ریشه یکمش با مینوسی 26 مینوسی 26 تقسیم 8 میشود، یا که این هسته مینوسی 13 تقسیم 4 یا که این برابر با مینوسی 3 بتونون 1 تقسیم 4. ریشه دیمش برابر میشود ما گیریم اگر 17 9 را گیریم اگر 8 میموند با 1 برابر میشود. یعنی ما ریشه یکم دیم گرفتیم، لیکن در مدل ما که از بس که ما ایگری که یافته استودیم اینجا ایگری که 1 بود ایگری که 2 نوشتن دارم، ایگری که 1 بود که 2 نوشتن دارم. اکنون ما هر ریشه مدل را که حساب کردیم روی کارمون گفتیم، ما همین ریشه بودگی مدل اساسی را حساب میکنیم که ما اگر سیستم را گیریم می‌نویسیم که 2 در درجه x ما اشاره کرده بودیم با ایگری که 1 چه گفتیم مینوسی 3 بتونو 1 تقسیم 4 و ایگری دیوم گفتیم 1. ما همین برای اون که حل کنم اینا همین خیلی حل میکنیم. این مدل یکیش اگر یکنیم یکون درجه مثبت در یکون باشد درجه مثبت باشد هیچ وقت وای با یکون عدد منفی برابر شده نمیتونه، یعنی مدل یکمش حل ندارد. مدل دیم در ما 2 در نشونده x می نویسیم با جای 1 2 در نشونده 0 می نویسیم. همین طریق از اینجا به هم که خلاصه میگیم که از بس که اساسا برابر هم
باید در رجوع باشه، یعنی x برابر 0 می شود. یعنی جواب مثال ما جواب می شود. جواب می شود x برابر 0. اگر ما همین 0 در خودی مثال بذاریم باید که قنوات کنیم. این من در خودی مثال همین بذارم. اگر 18 ضربی 2 در نشان دهنده 0 طرح 1 پیلوسی 4 ضربی در نشان دهنده 0 جمع 1 برابر 13. اگر اینجا نرسم اگر 18 اینجا 0 1 اگرم خودش همون مینوس 1 میموند. 2 در نشانده مینوس 1 میشود. پلوس اینجا 4 در نشانده 1 میشود برابر 13. لیکن اینجا 18 تقسیم 2 مینویسیم، اینجا 4 مینویسیم برابر 13. 18 را بر 2 تقسیم کنیم 9 میرسد، با 4 جمع میکنیم و 13. یعنی 13 برابر 13 میشود که این حل مثال ما است. یعنی ما در مثالهایی که با همراه شما حاضر دیده بر اومدیم، این مثال ها نسبتی مثالهایی که در درس گذشته کار کرده بودیم اندک مشکل تر بودن. لیکن از شما خواهش من همین که از دشواری مثالات نهراسیده شما باید که باز خودتون مستقلانه 3 مثال گرفته اینجا کار کنید که اون دانشی که شما از تخته 3 میگیرید یعنی در عمل تطبیق نمایید.